من نمیدونم حالا مردم تاجیک تا چه حد این انتخابات های آینده رو جدی گرفته ایستادن، اما از نگاه ما این انتخابات ها هیچ معنی برای ملت دیگر ندارند، یک صحنه سازی بیش نیستند. انتخابات های قبل تا حد میتوان گفت که یک کمی رنگ و بوی انتخابات داشت، چون احزاب اپوزیسیون وجود داشتند، نامزدهای الटरनेटिव्ی وجود داشت، اگرچه آنها هم تقلبی میگذشت اما یک مبارزه در اون وجود داشت. امروز که اپوزیسیون از صحنه داخلی بیرون کرده شده است، طبیعی است که در انتخابات ها یگان نامزد الटरनेटिव्ی واقعی شرکت نخواهد کرد، یگان حزب الटरनेटिव्ی یا مخالف شرکت نخواهد کرد. چند حزب یا چند نامزد کیسگی که از خودشان ساختن اینها را میارن در انتخابات همچون نامزد مستقل معرفی خواهند کرد که طبیعی است که ملت تاجیک این را خوب دیگر درک میکند. از نگاه ما این انتخابات دیگر هیچ معنی ندارد. حالا ما به یک نتیجه نآمدیم که آیا مردم رو به بایکوت آن دعوت کنیم یا نه. بهتر است که مردم به جای آنکه یک روز خود را وقتی آمد و رفت به سفارت به کنسولگری میکنن و ما میبینیم که همه روزه نه تنها پول خرج میکنن بلکه در وقتی آمدن باز در مشکلات با پلیس اینها میشود، بهتر است که دنبال کار خود باشند و منتظر باشند که پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای مبارز موقع خود را بعدا نسبت این انتخابات ها رسما اعلام خواهند کرد. تشکر. سلامت باشید. نفر دیگر به اسم وای فای سارا. جناب کبیری، اگر شما پرزیدنت شوید نسبت رحمانوف و خاندانش چی خواهید کرد؟ ببینید، ما نسبت رحمان و خانوادهش هیچ غرض شخصی نداریم. قانون مسئله این خانواده را خواهد دید و ملت هر چیزی که قانون گفته است و هر جنایتی کردن در پیش قانون جواب خواهند گفت و ملت خودش بهاگذاری خواهد کرد. بخصوص اون بخشی از ملت که است این شخص و شاید قسما از دست خانواده مورد شکنجه قرار گرفتند. فرزندان کسانی که مالکیت خود را از دست دادند توسط این خانواده، بازارهای آنها، مالکیت آنها ربوده شد، آزادی آنها ربوده شد و ملت خودش این مسئله را حل خواهد کرد. هیچ شخصی، هیچ گروه، هیچ حزب حق ندارد به تنهایی تقدیر آینده این شخص و این خانواده را معین کند. من برای همین بار دیگر دعوت میکنم که مردم بخصوص طرفداران و اعضان پیمان ملی از این گونه اندیشه ها و حس نفرت، کینه و انتقامجویی پرهیز کنند و همه چیز را حواله کنند به قانون و به خود ملت.